بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت دیگری برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در این قسمت در مورد یک گناه خیلی بزرگ، یک گناه خیلی خطرناک صحبت خواهیم کرد و عبارت است از کشتن ناحق، ریختن خون یک انسان به ناحق، بدون حق. الله متعال در قرآن عظیم الشان می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما. این آیت در مورد ریختن خون ناحق صحبت می کند و وعیدهای خیلی خطرناک را برای قاتل، برای کسی که یک انسان را، یک مؤمن را به ناحق می کشد بیان می کند. الله متعال می فرماید که کسی که می کشد یک مؤمن را، یک مسلمان را عمدن به قصد، جزای از این چیست؟ پاداش انسان چی هست؟ فجزاؤه جهنم، پاداش انسان جهنم است. خالدا فیها، در او همیشه میماند. و غضب الله علیه و لعنه، الله بر این انسان غضب و قهر میکند و او را مورد نفرین خود قرار میدهد. و اعد له عذابا عظیما، و برای از او عذاب بسیار بزرگ آماده کرده است. بدون شک در حدیثی که در باره 7 گناه بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنند، در آنجا نیز قتل نفس و یا ریختن خون ناحق و یا کشتن ناحق را یکی از گناهان 7 گانه بزرگ به شمار میارند. اگر امروز ما به حالت مسلمانان بنگریم، متاسفانه این قتل خیلی زیاد شده است. ریختن خون زیاد شده است در میان مسلمانان. تعدادی از مسلمانان را البته کفار به شهادت میرسانند، میکشند، و تعداد دیگری را خود مسلمان ها در جنگ های باهمی از بین میبرند و میکشند. و این بیشتر شدن قتل و کشتار در امت اسلامی طبق پیشگویی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از علامات قیامت است. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میکنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: یقبض العلم و یظهر الجهل. در آخر زمان علم برداشته می شود و جهل عام می شود، ظاهر می شود. و الفتن، فتنه ها بروز می کند. و یکثر الهرج، هرج زیاد می شود. صحابه پرسیدند که و ما الهرج یا رسول الله؟ هرج زیاد می شود، این هرج چی است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به دستشان اشاره کردند که هرج یعنی قتل. قتل ها زیاد می شود، ریختن خون ها زیاد می شود. متاسفانه امروز این خونریزی هایی که ما می بینیم در کشورهای اسلامی در میان مسلمانان به خصوص، یکی از علامات قیامت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیشنگویی کرده بودند.
و خونریزی هایی که میان مسلمان ها امروز رخ میدهد اکثرشان یعنی اسباب قناعت کننده هم ندارن. روی موضوعات بسیار پیش پا افتاده به خاطر رسیدن به قدرت، منصب، چوکی، به خاطر عصبیت، به خاطر تعصب، به خاطر نژاد پرستی، به خاطر این و آن چیزهایی که اصلا ارزش این را ندارن، اما به خاطر این اسباب تافه و این اسباب پیش پا افتاده خون هزاران مسلمان ریختانده می شود و قتل های ناحق صورت می گیرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر می فرمایند که من قاتل تحت رایت عمیت یغضب لعصبة او یدعو الى عصبه او ینصر عصبه فقتل فقتلة جاهلیه. کسی که به خاطر عصبیت زیر پرچم تعصب و قوم پرستی می جنگد و در همین مسیر کشته می شود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که این مرگ و یا کشتن جاهلی است که به سراغ او آمده است. مرگ جاهلیت نصیب همچون انسان شده است که به خاطر تعصب، به خاطر نژاد پرستی و قوم پرستی جنگ می کند و کشته می شود. در ادامه حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که و من خرج علی امتی یضرب برها و فاجرها ولا یتحاشى من مؤمنها ولا یفی لذی عهد عهده فلیس منی ولست منه. کسی که میآید و امتیان من را میکشد، در میان نیک و بد آن هیچ فرق قائل نمی شود، نمی بیند کی مستحق کشتن هست و کی مستحق کشتن نیست، بد و خوب، نیک و بد، مؤمن و غیر مؤمن را با هم از بین میبرد و میکشد و با صاحب عهد او را پورا نمی کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد همچون انسان قاتلی که میآید در میان مجموع مسلمان ها قتل و کشتار را براه می اندازد، نیک و بد را با هم از بین میبرد و هیچ تفاوتی هم قائل نمی شود میان نیک و بد، میان این که کی مستحق کشتن هست و کی نیست، در مورد چنین شخصی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که فلیس منی ولست منه، او از جمله امتیان من نیست و ما از جمله او نیستیم. این چقدر وعید خطرناک است. متاسفانه امروز ما شاهد این چنین قتل و کشتارها هستیم که مردم بیگناه، زنان، کودکان به انواع و اقسام مختلف کشته می شوند. این یکی از گناه‌های بزرگی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث و الله متعال قبل از آن در قرآن کریم برای ما بیان کردند که این گناه خیلی بزرگ است. در حدیث دیگر میاد، ابو درداء رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند كل ذنب عسى الله ان یغفره، كل ذنب عسى الله ان یغفره الا من مات مشرکا او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. هر گناهی را امکان دارد خداوند ببخشد. قسمی که آیه قرآن را بارها خواندیم، الله متعال میفرماید خداوند تمام گناهان جز شرک را اگر خواست میبخشد، اما شرک اکبر را الله متعال هرگز نمیبخشد. بقیه گناهان را اگر الله خواست میبخشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث میفرمایند امید هست که الله متعال تمام گناهان را ببخشد مگر کسی که در حالت شرک از دنیا می رود. مشرک توبه نکرد و به اسلام مشرف نشد، اسلام را نپذیرفت، در حالت شرک از دنیا رفت، این را الله متعال نمی بخشد. یکی.
و دوم او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، مؤمنی که مسلمان دیگری را بناحق عمدن قصدن میکشد و از بین میبرد. مشرکی که بدون توبه از دنیا میرود و مسلمانی که مسلمان دیگر را بناحق میکشد، این دو نوع انسان را الله متعال نمیبخشد. پس اگر ما امروز به کشور عزیزمان افغانستان نگاهی بیندازیم، چقدر خون ناحق ریزانده می شود. بعد از شکست قشون سرخ شوروی در افغانستان، بعد از برآمدن نیروهای شوروی از افغانستان تا امروز در افغانستان چیزی که جریان دارد مسلمان کشی است. برابر است که جنگ های داخلی که بین مجاهدین به خاطر منصب و قدرت و چوکی صورت گرفت، بعد از طالبان آمدن، جنگ هایی که در ایام طالبان میان دولت و طالبان رخ داد، مسلمان هایی که در اونجا کشته شدن، و بعد از این وقتی که آمریکا به افغانستان آمد تا امروز مسلمان ها هستند که اکثرا یکدیگر را میکشند. از این طرف هم الله اکبر گفته میکشه، از او طرف هم الله اکبر گفته از دنیا میروند و کشته میشوند. البته این مسلمان کشی تنها میان نظامی ها، میان مسلح که دو طرف جنگجوهای مسلح هستند که یکدیگر را میکشند، و در این میان مردم ملکی بیگناه، اطفال و کودکان و زنان چقدر کشته میشوند. مسئول خون اینها کی است؟ آیا این ریختن خون ناحق نیست؟ آیا بعد از ریختن اینقدر خون مسلمان بیگناه، اطفال، زنان، محاسن سفیدان، باز هم ما توقعی داشته باشیم که خیری به سراغ ما بیاید؟ اگر یک مسلمان را به ناحق میکشد، یک مسلمان را اگر میکشد، خداوند غضب میکرده، خداوند نفرین میکرده. پس وقتی که امروز هزاران مسلمان به ناحق کشته میشوند، آیا خداوند غضب نمی کند؟ این نفرین خدا نیست که به سراغ ملت ما آمده است به خاطر ریزاندن خون ناحق؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرماید که ای کعبه، تو خیلی معزز هستی، خیلی مکرم هستی، صاحب عظمت هستی، صاحب شأن هستی، اما بنده مؤمن شأنش از تو بالاتر است، کرامت یک مؤمن از تو بالاتر است، عزت یک مؤمن از تو بالاتر است. پس امروز خون این مؤمنی که ارزش از این نزد خداوند از کعبه بالاتر بوده، چقدر بالاست ارزش خون که ریزانده می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر می فرمایند که لو ان اهل السماء و اهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار. الله اکبر. این چقدر وعید خطرناک است، چقدر بیم خطرناک است. اگر اهل آسمان و اهل زمین، کل اهل آسمان و اهل زمین در کشتن یک مؤمن شریک شوند، به نوع یک دیگر را کمک کنند، یکی راهنمایی کنه، یکی آدرس بده، یکی سلاح بده، یکی پول بده، اگر کل اهل آسمان و زمین در کشتن یک مؤمن سهیم می شوند و شریک می شوند، لأکبهم الله فی النار. الله تمام این اهل آسمان و زمینی که در ریختن یک خون مسلمان سهیم و شریک شدند، تمام اینها را در جهنم در جهنم می اندازد، با سرهایشان اینها را وارد جهنم می کند. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید اذا التقى المسلمان بسيفيهما
اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقتی که دو مسلمان با شمشیرهایشان با هم روبرو می شوند و جنگ می کنند، فالقاتل والمقتول في النار، قاتل و مقتول، کسی که می کشه از دو نفر و کسی که کشته می شود، هر دویشان در جهنم می روند. الله اکبر. برای صحابه سوال پیدا شد که ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، خب قاتل اگر در نار و در آتش می رود، در جهنم می رود، معقول است، این مقتول چرا؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لانه کان حریصا علی قتل صاحبه، چون او هم حریص بر این بود که مسلمان پیش رویش را بکشد، برای او فرصت میسر نشد، او را کشت. وقتی که دو مسلمان سلاحشان را بیرون میکنند به جان یکدیگر، یکشان میکشه حتما، یکش کشته میشن، هر دویشان در جهنم میروند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم البته از این نمیدانستند که روزی در کشور به نام افغانستان وقتی میآید که دو مسلمان با هم میجنگند، همزمان یکدیگر را میکشند. الله المستعان. همزمان دو مسلمان با هم میجنگیدن، اینش هم مسلح اونش هم مسلح، سلاح‌های هر دویش متوجه یکدیگر، این هم از اینجا ماشه میکنه، او هم همزمان ماشه میکنه، او اونجا میفته میموره، اینجا میفته میموره. فالقاتل والمقتول کلاهما فی النار. این چنین مسلمان کش را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که قاتل و مقتول هر دویشان در جهنم میروند. در یک روایت دیگر میاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید، این روایت را من میخوانم تا شما بدانید که بعد از این روایت کسانی که خون یک مسلمان را میریزند چی جوابی دارند، آنها چی پاسخی دارند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که من قتل معاهدا لم یرح رائحة الجنه. من قتل معاهدا لم یرح رائحة الجنه. کسی که معاهد را میکشد، اهل پیمان را میکشد. اهل پیمان کیست؟ اهل کتاب، یهود و نصارایی که در کشورهای اسلامی زندگی میکنن. یهودی هست، نصرانی هست، در کشور اسلامی زندگی میکنه، مسلمان نیست، یهودی است، نصرانی است، جزیه میته، در کشور اسلامی زندگی میکنه. دولت اسلامی مکلف است که از مال و جان و ناموس او حفاظت بکنه و سالانه از او جزیه یا تکس میگیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که این چنین معاهد را اگر کسی میکشد، من قتل معاهدا لم یرح رائحة الجنه، کسی که یک یهودی، یک نصرانی که در کشور اسلامی با عهد و پیمان زندگی میکند او را میکشد، لم یرح رائحة الجنه، بوی جنت را او حس نمی کند، بوی جنت به مشام او نمی رسد. این بوی جنت چیست؟ و ان رائحتها لتوجد من مسیرة 40 عاما. یقینا بوی جنت، خوشبوی جنت از فاصله 40 سال، از مسافت 40 ساله به مشام میرسد و احساس میکنن او را مؤمنین. مسلمان ها بوی جنت را از فاصله 40 سال، که 40 سال اگر در یک مسیر یک انسان 40 سال سفر بکنه چقدر جا را سفر میکنه، از این قدر دور بوی جنت به مشام مؤمنین میرسد. اما کسی که یک نصرانی، یک یهودی که با عهد و پیمان در کشور اسلامی زندگی میکند او را میکشد، از بوی جنت محروم میشود، بوی بهشت به مشام او نمیرسد. حالا این کسایی که مؤمنین را میکشند، این مسلمان نماهایی که مسلمانان را میکشند، این کسانی که در اماکن عامه آمده انتحار و انفجار میکنند، این کسانی که رفته مدارس و مساجد و محافل عروسی را بمبارد میکنند،
اینها از کجا بوی جنت را حس میکنن؟ بوی بهشت از کجا به مشام اینها میرسد؟ وقتی که با کشتن یک یهودی و یک نصرانی که فقط با عهد و پیمان در کشور اسلامی زندگی میکنن، با کشتن از او انسان از بوی جنت محروم میشود. این که صدها مسلمان، اطفال معصوم، زنان و کودکان، محاسن سفیدان، مساجد و مدارس، محافل عروسی، شفاخانه و مسجد و نماز جنازه را حتی نگذاشتن، میروند در آنجا یا انتحاری میکنن، از یک طرف انتحار انفجار صورت میگیره، از طرف دیگر بمبارد صورت میگیره. در هر دو حالت مردم ملکی، اطفال بیگناه، کودکان معصوم کشته میشوند و خونهایشان میریزد. اینها چطور بوی بهشت را حس میکنند؟ از کجا بوی جنت به مشام اینها میرسد؟ ولو که 100 بار اینها کلمه بخوانند و ادعا بکنند که ما مسلمان هستیم، این طرف هم میگه ما جهاد میکنیم، اون طرف هم میگه ما جهاد میکنیم، و هر دویشان دارن مسلمانان را میکشند. این جهاد نیست. این خیلی دور است از جهاد. جهاد را که ما میدانیم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که لشکریان خود را به جای میبردن، با مشرکین میجنگیدن، آنجا فرمان صادر میکردن که ای لشکریان من، ای امتیان من، ای مجاهدین، متوجه باشید اطفال را نکشید. در میدان جنگ با کی؟ با مشرکین، با کافر آشکار، با دشمن واقعی. اطفال را باید نکشید، زنان را نکشید، محاسن سفیدان را نکشید، بزرگسالان را نکشید. اما اینجا این جهاد کننده های تقلبی و قلابی از هر دو طرف، الله اکبر گویان، مردم ملکی، اطفال، کودکان و زنان را به شهادت میرسانند. یقینا این جهاد نیست، این مسلمان کشی است. الله متعال همین ما را توفیق بده که خون ناحق خیلی خطرناک است، خیلی خطرناک است. خون ناحق، اگر یک کافر را به ناحق ما میکشیم، یک یهودی و یک نصرانی را به ناحق ما اگر بکشیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بوی بهشت به مشام قاتل نمیرسه. پس کسانی که مسلمان ها را میکشند باید با خود فکر بکنن، با ایمان خود فکر بکنن، با پیامبری که ایمان آوردن، به تعلیماتی از او توجه بکنن. خداوند مسلمانان را از این شر و از این فتنه ها نجات دهد، خون مسلمانان را حفظ بکند، عزت و سربلندی را نصیب اسلام و اهل اسلام بگرداند. وقتی برنامه به پایان رسیده، تا قسمت بعد و تا کبیری دیگر همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.